وطن دارم. ما چه قذاری بکنم گله گذاری بکنم، ما چه قذاری بکنم گله گذاری بکنم. نگو نمیشه نگو نمیشه که با تو یاری بکنم، نگو نمیشه نگو نمیشه که با تو یاری بکنم. саломи пур аз гарми пур аз меҳру муҳаббат нисоратон бод шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. азизони дил, соат дар Москав 14 аст. имрӯз 14 январи 2020 сол ва шурӯъ кардем барномаи фарҳанги фароғатии мову шуморо. барномае ки шояд нафарони зиёд мунтазираш бошанд, чун барнома пур аз меҳр аст, муҳаббат аст, самимият аст. азизони дил, бо як ҷаҳон таманниёти нек рӯзатонро хушу бо саодат мегӯем ва оғоз мекунем барномае ки бисёр ҳам дилнишин аст. барномаест ки бо сурудҳои ҷаззоб, дилнишин, бо сурудҳои рангин табатонро шод мекунад. барномаест ки намон дар ҳақиқат ишқу муҳаббат боз ҳам дар ин ҷо зиёдтар аст. азизон, мехоҳам дар оғоз бо як суруди бисёр дилнишин хуб барномаро оғоз кунем дӯстон ва баъдан суҳбатҳоро идома медиҳем. پس چرا میلرزه تنم، آتیش گرفته پیرهنم، انگاری داغه بدنم، شما خونتون مورچه داره، شما خونتون مورچه داره. پس چرا من تب میکنم، فکرای بد میکنم، عشق تو را رد میکنم، شما خونتون مورچه داره، شما خونتون مورچه داره. شما خونتون مورچه داره، تو چشات مورچه داره، لای کتابات مورچه داره، لباسات مورچه داره. شما خونتون مورچه داره، تو چشات مورچه داره، لای کتابات مورچه داره، لباسات مورچه داره. همومک مورچه داره، دور و برش کوچه داره، جون تو خانه داره، اشیا باشو خانه داره. نه نداره. شما که سواد داری، با سر سوال 1001 جواب داری، 100 میلیون جهاز داری. بگو ببینم شما خونتون مورچه داره؟ نه نداره. آخه این درستشه، ماشین بابات پورچه باشه، توی چایتون مورچه باشه، از صورتون کله پاچه یه مورچه باشه. بگو ببینم شما خونتون مورچه داره؟ نه نداره. پس چرا میلرزه تنم، آتیش گرفته پیرهنم، انگاری داغه بدنم، شما خونتون مورچه داره، شما خونتون مورچه داره. پس چرا من تب میکنم، فکرای بد میکنم، عشق تو رو رد میکنم، شما خونتون مورچه داره، شما خونتون مورچه داره. برادر خدا بردی.
عزیزان میگویند که برای دوستان جان را فدا کن، ولیکن دوست از دشمن جدا کن. که باشد دوستان یار خدایی، دلش روشن به نور آشنایی. به ناخوش کارها گیرد تو را دست، کند زاب نصیحت آتشت پست. به کار نیک گردد یاوری تو، به کوی نیکنامی رهبری تو. بله عزیزان دل، دوست باشد، دوست حقیقی باشد، دوست جانی باشد. از دوستان انمون زبانی و نانی پرهیز. خب چون برنامه با مهر و محبت آغاز کردیم، از سرودهای دوستی نیست حتما که باید پخش کنیم. شنوندگان عزیز و با یاد بیارید انمون دوستان و رفیقانی که داشتید، دوستان جانی بودند، دوستان مهری، انمون دوستانی که در حقیقت یک نشانی از دوستیشان بود. و خاطر بیارید امروز سلام و درودشان بفرستید. طریق برنامه ما تلفن در استودیو مرکزی رادیو موجر فعال است 8965 151 0410 8967 111 56 46. عزیزان می توانید مستقیما تماس بگیرید. همچنین در مسنجر های وایبر، واتساپ، ایمو، SMS پیامک های خود را بنویسید و بفرستید. حتما که ما درخواست شما را عزیزان برآورده خواهیم ساخت. یک سرود را پخش میکنم برای دوستان، میشنویم یک جا. آشنا سراغ مقام تو آمدم، با نام آن خدا که به نام تو آمدم. ای آشنا سراغ مقام تو آمدم، با نام آن خدا که به نام تو آمدم. سنگم مزن که خسته و آزرده و حزین، چون کفتر به گوشه بامی تو آمدم. چون کفتر به گوشه بامی تو آمدم. قرآن من توی سیر بهار حسن کلام تو آمدم. سیر بهار حسن کلام تو آمدم. قلبم نیافت جا شعری عشق سری بهاری تو آمدم.
کری ایش سایی بهاری تو آمدم ای آشنا سراغ مخام تو آمدم با نامی خدا کی با نامی تو آمدم سنگم مزم که خسته و آزرده و حزین چون کفتره با گوشهی بامی تو آمدم چون کفتره با گوشهی بامی تو آمدم. روزتون را بخیر و شادی میگویم دوستان عزیزان، دوستان شنوندگان عزیز. ادامه برنامه فرهنگی فراغتی ما و شماست. عزیزان برنامه را تازه شروع کرده ایم. الحال سرودهای درخواستی رو نظر میکنیم که چی درخواستی دارد، چی سرودهایی را درخواست میکنید. بهره خودتان، بهره نزدیکان، پیوندانتان سرودهایی باشند که از شنیدنشان لذت برید. در اینجا عزیزان در واتساپ 91 93 نویسنده است که سرود نظیر جانم از مهربانی روشن رو پخش کنید. حتما پخش میکنیم و از کارگردان برنامه خواهش میکردم سرود را آماده کنند. نفر دیگر نویسنده است از غزال عنایت، نامش شیدا در ایمان نویسنده است. از غزال عنایت یگان سرود مانید گفته است. حتما از غزال عنایت نیز سرود پخش خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، SMS پیامک‌های خود را به شماره 8965 151 0410 8967 111 5646 بفرستید یا اینکه مستقیما زنگ بزنید. و هر سرودی که شما درخواست میکنید کوشش میکنیم درخواست شما رو برآورده سازیم، سرود رو پخش کنیم تا تبتون بالیده گردد. تب شما نیز بالیده گردید، تب ما نیز بالیده میگردد دوستان. و چه بگم، چون برنامه درخواستی است، سرودهای درخواستی رو اینجا پخش میکنیم. با آن سرودهایی که شما درخواست میکنید برنامه باز رنگ دیگر میگیرد. سرود مهربانی روشن آماده است. نظیر جانان یک جا میشنویم. نظیر جانم نظیر جانم به تو شدم دیوانه به تو شدم دیوانه بی سرودم بهانه بی سرودم بهانه به وصفی تو من سرود میخوانم زیشتی تو من نظیر جانم
نظیر جانم نظیر جانم به تو شدم دیوانه به تو شدم دیوانه سرودم بهانه سرودم بهانه با وصفی تو من سرود میخوانم به عشقی تو من نظیر جانم دیوانه‌ام من دیوانه‌ام من در این دنیا چه غم آذر تنی من بسوزه تا سحر شبها تنی من در این دنیا کسی یاری تو باشد در اون دنیا بود و دشمنی من در این دنیا کسی یاری تو باشد در اون دنیا بود و دشمنی من نظیر جانم نظیر جانم به تو شدم دیوانه به تو شدم دیوانه سرودم بهانه سرودم بهانه با وصفی تو من سرود میخوانم زی عشقی تو من نظیر جانم دیوانه‌ام من دیوانه‌ام من دیوانه‌ام من خب دوستان عزیز شنوندگان گرامی سرودی نظیر جان را در اجرای مهربانی روشن شنیدید. خب اینجا سرودهای درخواستی هستند. شایدو در این نویسنده است از غزال عنایت سرود شنیدن میخواهم. 9915 در واتساپ نویسنده است. پس پروین شکرلویه و یک سرود مانند دلتیماس گفته است. حتما سرود رو پخش میکنیم از غزال عنایت نیز از پروین شکرلویه و نیز حتما پخش میکنیم. خب دوستان عزیز صدای ما رو روی موج رادیو موجر مستقیما میشنوید. همچنین طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ادناکلاسنیکی طریق نواری آنلاین تماشا کرده میتوانید. دوستان عزیز فراموش نکنید برای پیوست شدن با رادیو موجر میتوانید که 24 ساعت صدای ما رو گوش کنید. پلی مارکت تلفن می‌دارید، زمینه رادیو موجر رو برمی‌چینید، دریافت میکنید و در خاطره تلفنتون حفظ نگاه می‌دارید و همیشه میتوانید 24 ساعت صدای ما رو مستقیما در تمام گوشه‌های دنیا شنیده. اگر ساده کرده فهمانم پلی مارکت تلفن می‌دارید، نمون زمینه رادیو موجر رو اسکچات میکنید و میتوانید که همیشه صدای رادیو موجر رو مستقیما شنید. دوستان در اینجا هیئت تکنیکی ایجادی هیئت مشاوره بهره شما همیشه فعالیت دارند. دوستان عزیز خب ساعت در مسکو 14:20 است. ادامه برنامه مو شماست. برنامه است که پر از مهر است، محبت است، صمیمیت است. عزیزان دل برنامه را ادامه میدیم. سرودهای درخواستی هستند اینجا و فراموش نکنید چون بخش تبریکات ها و درخواست ها همچنین بخش سوال و جواب نیز هست. آماده باشید نفرانی که میخوان در بخش سوال جواب شرکت کنند. من در ادامه برنامه باز قاعده های بخش رو تکرار خواهم کرد. یادآور میشوم. خب عزیزان در اینجا چون سرود از غزال عنایت درخواست شده است
سرود رو پخش میکنیم یک جا میشنویم غزال نویت رو.